روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای خیلی دور پسری زندگی میکرد که همه را مسخره میکرد. روزی از روزها تبرش را برداشت، پیش آهنگر برد و گفت: ای آهنگر، روی تبر من با خطی درشت و زیبا بنویس: منم احمد پهلوان که با یک تبر میکشم 100 جوان. آهنگر و تمام اهل شهر می‌دانستند که او همه را مسخره می‌کند. به همین دلیل سخنهایش را جدی نمی‌گرفتند. چند دقیقه آهنگر به کار خود ادامه داد، اما دوباره دید که احمد جلوی در آهنگری منتظر است و گویی این بار حرفش جدی است. با حالتی جدی به احمد گفت: تبرت را بده ببینم. آهنگر تبر را گرفت و روی آن حک کرد: منم احمد پهلوان که با یک تبر میکشم 100 جوان. از آن تاریخ به بعد احمد